سلام به همه شما دوستان عزیز، رفقای خوب رادیو پیک از همه جای ایران. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. میریم که داشته باشیم رادیوی امروز رو برو بریم. از دوستان تو این چند روز تماس گرفتن که مثلا اینجای رادیو پیک به رئیسی خیلی حمله کردین، به نفع روحانی تموم میشه، یا فلانجا جهانگیری رو صاف کردین، قالیباف خوشش میاد. با تشکر از نکات همه دوستان، حتما که اشکالات زیادی هست تو کار ما، اما اجازه بدید که من حرف آخر خودم و همه رادیو پیکی ها رو بزنم و اونم این که رئیسی و روحانی و قالیباف و میرسلیم و جهانگیری و هاشمی تبا، عمام سفید و عمام سیاه، همشون نوچه ها و مترسک های یکی دیگن. حرف ما در یک کلام اینه: مرگ بر اصل ولایت فقیه با همه شکلک ها و ادا اطوارش. مناظره اول کاندیداها هم تموم شد. ما چند وقتیه با پدیده‌هایی روبرو هستیم که میان جلوی دوربین تلویزیون زل میزنن به مردم و چرت و پرت میگن. نه ککشون میگزه، نه خجالت میکشن، نه شعور حالیشونه، نه حرف زدن بلدن، نه برنامه دارن، نه سواد دارن، نه مدیریت بلدن، اما میخوان رئیس جمهورم بشن. رنج و عذاب از من، شنگی و شاب از تو، خون جگر از من، موی خضاب از تو. آی شیاد میخوای بمونی تو، اما سر که بره میدهم جزای تو، اما سر که بره میدهم جزای تو. یکی از موضوعات تو آفساید این قضیه سوالای این یارو مجریه بود. برنامه‌تون راجع به ورزش پهلوانی چیه؟ آیا برنامه‌تون راجع به ترافیک چیه؟ اینا هم شد سوال از کاندید ریاست جمهوری. باز از اون پرتابتر جوابای کاندیداها بود که همون سوال رو به صورت خبری تکرار می‌کرد. جناب رئیسی بفرمایید برنامه شما در جهت تقویت فرهنگ پهلوانی در محیط‌های ورزشی و مقابله با آسیب‌های اخلاقی موجود در محیط‌ها و مسابقات ورزشی چیست؟ 2 دقیقه خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. داشتن برنامه در جهت ورزش پهلوانی در محیط‌های ورزشی و مقابله با آسیب‌های اخلاقی موجود در محیط‌ها و مسابقات ورزشی بسیار مهمه و ما خودمون به شخصه در رابطه با همون ورزش و پهلوانی که بسیار مهمه باید و چرا در دولت‌های قبلی این برنامه نبوده. تقاضا می‌کنم ظرف 2 دقیقه پاسخ بفرمایید. سهم و نقش دولت در حل مسئله ترافیک به چه میزان است؟ راهکار مؤثر دولت جناب عالی برای حل معضل ترافیک کلان شهرها چیست؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سهم و نقش دولت در حل ترافیک میزان است و راهکار ما برای حل معضل ترافیک کلان شهرها بسیار مهم است. زمان و انرژی که ترافیک راهکار معضلی هست عملیاتی و اینکه چرا در حوزه دولت‌های قبلی این معضل حل نشده. بله، به این ترتیب یه مش مزخرف تحویل ملت دادن و رفتن. حالا جالب اینه که آخرش هم طرف میگفت چرا 2 دقیقه به من وقت کم دادین. ولی این که 2 دقیقه به من کمتر وقت بدن نسبت به آقای روحانی، فکر میکنم که خارج از انصاف بود. انشالله که بعد بتونن جبران کنن. بعد یه چیزی که خیلی تو چشم میزد این عددهایی بود که وسط مناظره رژه میرفت. یعنی صحبت از ارقامی میکردن که فقط یه دونش برای اینکه کل کابینه یه مملکت استعفا بدن کافی بود. انگار این رو کردن آمار بدبختی‌های این ملت خودش یه افتخاره و جزء برنامه‌های انتخاباتی این هاست. قالیباف آس رو میکرد که ما 11 میلیون حاشیه نشین داریم، بعد اون یکی تک قالیبافو میبرید که نخیر 16 میلیونه. بعد میرسلیم میگفت که ما 10 میلیون و 200 هزار نفر بی سواد داریم. بعد اون یکی از اون ور برمیگشت میگفت سالی 650 هزار نفر به آمار بیکارا اضافه میشه. اصلا یه طوری دارن صحبت میکنن و از بدبختی مردم انتقاد میکنن که انگار تو این 40 سال حکومت دست من و رفقای من یا احتمالاً دست من و فک و فامیلم بوده. من و بقیه مردم واقعا شرمنده ایم که فقیر و محرومیم.
و فقر و بدبختی ما باعث ناراحتی شما مسئولین نظام شده. ببخشید آقایان رئیسی و قالیباف، قول میدم درست بشیم. ما مردم به شما مسئولین قول میدیم دیگه تکرار نشه. ببخشید از محضر ولی فقیه هم معذرت میخوایم که ما فقیریم، شرمنده‌تونیم، خیلی عفو بفرمایید، ببخشید. منو ببخش اگه شبا ستاره ها رو میشمارم، منو ببخش اگه بهت خیلی میگم. محمد باقر قالیباف مشکلش اینه که هم میخواد از آخر بخوره هم از توبره. یعنی از یه طرف میخواد رأی بسیجی‌ها رو داشته باشه، از اون طرف هم میخواد یه پوزیشن دکتر قالیباف شهردار مدرن دوست بچه‌ها و گوگوری مگوری بگیره. واسه اینکه دل بسیجی‌ها رو به دست بیاره میگه آقا من بودم که توی کوی دانشگاه در سال 78 همه رو لوله کردم. من تو اون جلسه محکم دعوا کردم و گفتم امشب هر کی بیاد تو کوی بخواد این کارا رو انجام بده، من قالیباف عنوان فرمانده ناجا محکم میشتم لولش میکنم و جمعش میکنم. بعد همین ایشون جلوی دانشجوها به ناگهان میشه مدافع حقوق دانشجوها و کسی که اگه نبود خون به پا میشد. جلسه‌ای که شورای امنیت کشور بود، خود دوستان دوی خرداد نشستن مصوبه دادن که نیرو انتظامی که بنده فرماندهشم حق تیراندازی دارن، به کوی دانشگاه میتونن برن، ولی کار نکردن. شما در دانشگاه تربیت مدرس دیدید وقتی دانشجو اومدن می‌خواستن حرفشو بزنن، بنده ماشین پلیس با بلنگو دادم بهشون حرفشون بزنن. ای روزگار، ای روزگار، امان از آدم درو و درنگ. امان از راه بی آبر، امان از شهر بی شانه، امان از روز بی روزن، امان از این همه رهزن. این سردار گازنبوری یا همون چماق و دوله نظام خالیباف سوزنش گیر کرده روی دولت 4% که خون 96% بقیه مردم رو میخورن. یکی نیست بهش بگه که تو خودتو چند درصدی میدونی، نکنه خودتو جزو 96% میدونی. شهردار زمینخوار تهران و کلی برج و پل و سازه و شما دولت 4% هستیم به همین خاطر چون تو مردم نیستیم. من با جدیت این رو میگم، این 4% همین دلالای زالو صفتن. حشره شناسان بعد از شنیدن این جمله اعلام کردند چند نوع جدید از خانواده زالوها را کشف کردند که رفتاری شبیه به انسانها دارد. زالوی ریشدار، زالوی چماقدار، زالوی آخوند، زالوی بسیجی و زالوی سپاهی و سرانجام ملکه زالوها، زالوی عظما. زالوهای بی حیا بشین خفه شما. اصلا رعایت انصاف و عدالت تو مناظره ما رو کشت. خیلی دیگه جدی گرفته بودن ماجرا رو. سوالا رو قرعه کشی کردن، شماره ها رو قرعه کشی کردن، صندلی ها رو هم قرعه کشی کردن. واقعا ما نگران این بودیم که بقیه چیزا رو هم یهو قرعه کشی کنن. مثلا بیان بگن قرعه کشی کنیم رئیسی کی رو زودتر از بقیه اعدام کنه، یا مثلا قرعه کشی کنیم که کی اول از همه بره جلوی میرسلیم لپشو بکشه. تو مناظره کاندیداها چند باری هم همدیگه رو قهوه‌ای کردند. بعد نگرانی ما این بود که استودیو به اندازه کافی سرویس بهداشتی نداشته باشه، اونم قرعه کشی کنن. قالیباف هم که بد شانس، اصلا انگار بد شانس ترین آدم رو کل زمینه. شما شنوندگان عزیز نتونستین ببینین که بعد از مناظره چی شد و کاندیداها چی کار کردن، ولی گزارشگر ما اونجا حضور داشت و گزارش کار کاندیداها بعد از مناظره رو اینطور گزارش کرده. شیخ حسن همراه با جهانگیری رفتن کافی شاپ و واسه هم سانشاین خریدن به مناسبت اینکه گنده‌کاری‌هاشون تو مناظره اول زیاد رو نشده جشن گرفتن. قالیباف رو که بردن خونه زودتر بره تو وان آب سرد بشینه. رئیسی گفته اصلا من اینطوری بلد نیستم مناظره کنم، هیچ صحبت طناب و اعدام و این حرفا نشد، اصلا حال نداد. هاشمی طبا از اون هدفونا و میکروفونا خوشش اومده بود، رفت مغازه یه دونشو خرید برد خونه تمرین کنه واسه مناظره بعدی. میرسلیم هم شاکی بود که چرا بهش وقت ندادن فرانسوی صحبت کنه. Je voudrais oublier le temps pour un soupir pour un instant, une parenthèse après la course et partir où mon cœur me pousse. Je voudrais retrouver mes traces, où est ma vie, où est. اگه دقت کرده باشین این رئیسی آیت الله دراکولا تو این مناظره خیلی ماست بود. یعنی اگه این اعدام کردن هم بلد نبود ماکسیموم از این آخوندهای راهیان نور میشد که برای تبلیغ میفرستادنش برزیل.
خودش هم هی بلند میشه میشینه میگه من طعم یتیمی رو چشیدم، اما نمیگه که همین طعم رو به چند هزار نفر دیگه هم چشونده. تو مناظره هم هی میگفت آن است، سخن آن است. کدام است؟ سخن در این است که الان ما سخنمون در اینه، عبارت از آن است که سخن ما در این است، برنامه ما آن است که ما احساسمون آن است که قابل آن است که آخرین نکته‌ای که میخوام عرض بکنم آن است که اگه میبینید که تو این مناظره ها و مصاحبه ها خیلی حواس جمعن که سوتی ندن و خط قرمزهای نظام رو انگولک نکنن، واسه خاطر اینه که این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست. میدونن که اگه این دفعه اوضاع دستشون در بره و بادکنک بترکه ریشه‌شون رو میکنن. اینو من نمیگم و اینو پاسدار حسین یکتا میگه. و یه ماه بچه ها کارا رو تعطیل کنید، ریشتون رو میکنن. اگه این دفعه بیان ریشتون رو میکنن، ریشتون رو میکنن. این چوبی خط و خدا شم رو سینه امام حسین دیده، به قول آیت الله احمدی منیجی ککشم نگذیده. با کسی صیغه برادری توی انقلاب نخوندم. بچه ها یه ماه تعطیل کنید همه کارا رو، برید تو فامیل، برید تو خوابگاه، برید تو دانشکده، وقت بذارید، تو رو خدا وقت بذارید، مواد بگیرید، مسائل بگیرید، محتوا بگیرید. یا علی آقا هرچی من فکر میکنم میبینم خیلی جای مموتی و قرضی و این بروبکس شامورتی باز تو این انتخابات خالیه. قرضی میومد یه 4 تا همه کسکش میگفت، یه هفته رادیو پیک تامین بود. البته خبر دادن که احمدی نژاد داشته از وسط حیاتش به استودیوی مناظره انتخاباتی تونل میزده که یهویی با مشایی و بقایی بپرن بیرون و بگن خب دوستان سرتون رو درد آوردیم. کانال ما در تلگرام رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید. فورواردم یادتون نره. تا فردا، خدا نگهدار. حرفا چیه؟ تنهایی همه گومن، دشمن اصلی مردم نه مردم مردگی محرومیم، تاریخی همگی محکومیم، از ابتدایشی از کشتن یک جزوه مجاهدین اعدام تا تک تک سلولای وین پیکار چپ و فدایی اعدام. خرداد همیشه خونداد، شهرام و سعید و موسی اعدام، از به تو دمون لاماها به تبر درختار و لومیدا. هر روز از ما یکی توی بنده، نه همون اسمش میشه خشونت. فکر کن متجاوز حمله کرده، اشتباهی بکشیش توی خونه. بچگی معدن آدر رو شلاق بزنن توی ملعام، من خفهم بگیرم و کام از کام زهر خیال خام. نون خشک و سب میزنم تا خیسش کنم بخونم. نفرین کن منو اگه یک روز جز از این عشق چیزی بخونم. من عشق مادر ستار، مسلوب لعین بردار، توی چشم خرافید من خار، من شاهین دولت احرار. من خاک عبوس خاورانو ریختم توی چشمم، یادم نره من هیچ دیواری نپریدم. یا امید به کلید ساختم پنجره، انجره میسوزه از در. من مغزم دستای کارگره، این دستا یه روز کار دستت میده.